چی گپ بود شو گپ بشنویم این خرای همزا بیزار کرد یعنی این باغ موقع همه را جزیر کرد دوست مراد دوست مراد حالا ما اینجا بیا کو ها این چی خر داری چی گال داری روز مهمه تو خیانه او همه گودکا اومدن و خمار های اومدن و خر یه بار باشد دو بار باشد او همه گودک همه باغ ما جزیر کرد همسایه فقط جمع بشو او هم روی خاطر همسایگی دکم همسایگی چی نمیگه مو هم گودکا اومدن همسایه یه بار دو بار خاطر سه بار او همه حیوان هم دادن همه چیز چهارم شون دست مت خونه چند اینا ما که عقلارو اینا ما که عقلارو رو همین زمین تو حیاتون نمیدم حیوان خدر اومده خیر خدر اومده نگاه خرگاوتا عجایب زنم یعنی گفته اورمند نکم یعنی گفته اورمند نکم گذران کویه بگی تسک و آدم گری گفته گره تس همه چیز اخلاق زنک بودن نکم جانگی نه خرم اخلاق زنک بودن تلکه میام زور کرد خطی گاو مالد یا بار باشه بار باشه بیا همه اخلاق که پارت همسایه ای فیامی باغمه همه باغم این هم خمسایه بودن نگاه دارن ای بای بخلوه خیلی نکه تو بدون این مهنتی ما چی بشوه نه مهنت چی بخواه همون مهنت بکه ای بای که این خواهی خودم اومده همسایه ای بای نگاه بکنن تسک بگی برام بچون خیلی زنه که اخلاق نشه تو حالا میادم به پاری میری بچه بیا تا بزن داری پاری بچه این مرا اخلاق میتسن همسایه بامسایه جنگ خیلی اینم معلم جان تو استادی مدام مرا درس دادی اینم اخلاق هم درس دادی میرم من مهنت کردم اینو ببینه هم خر آورده بوده کام شده بس خر داری اگر ودا اینم اخلاق بوده سن مرا حالا همین زمین تو باشه ما بدون چیکار بکنیم خیلی اوخه هم در همسایگی داری همسایگی به همین میمونی کم زنه که اخلاق بوده اینه که همسایه استاد نشیمدا آخه من خدی زنک چیکار آخه رنگ خود مردک باشه ما خدی گام استاد مردک ولیم دامی مردک باشه و خدی هم خدی گام زنم باخدا استاد مرا درس داده استاد آخه رنگ خود مردک باشه که بخوام یک طرف بزنم به پرام برم واقعا خیلی نکو حساب بشی خوب نکو یا شغال میدم به پرگاه شما هم بزن ملی سپاس بگید حالا شما کافر شده ایسته زنک اخلاق دوستم همه شهر ایسته هیچ استاد همسایه استاد خانم خود مردک بریم گفتن اخلاق میوم یا نمیسنن نه شما هم ایسانی خوب همسایه شما هم ایسانی خوب اخلاق من که در فایده شما در اومدم